بچه‌ها کلی کامنت دارم دریافت میکنم که نیما ببخشید، نیما معذرت میخوایم، نیما شرمنده ایم. قربونتون برم، دور سرت، چقدر شماها خفنید، چقدر ماهید آخه. قربونتون برم، دورتون بگردم. تقصیر هیچ کدومتون نبوده، فداتون بشم من. همه اینا از روی عشق زیاد بوده. من به داشتن همچین خانواده‌ای افتخار میکنم. قربونتون برم. شما تو قلب من جا دارید، دورتون بگردم. ممنونم که قدم روی چشمای من گذاشتید. فقط ای کاش یکم بیشتر رعایت میشد، طبق همون بلیط تشریف میآوردید، ولی اصلا حس بدی نداشته باشید. دورتون بگردم. شما شادی نکنید کی شادی بکنه؟ شما دنبال کسی که دوستش دارید نرید کی بره؟ اصلا احساس بدی نداشته باشید، فدای سرتون. زندگی برای شماست. من پام اینجوری شده، خوب میشه دورتون بگردم. صحیح و سالم. فقط اینقدر درد دارم خوب میشه دیگه. فدای سرتون. قلب من برای شماست. این که چیزی نیست. تازه من عادت دارم، تا ماه پیش داشتم با اثرام میرفتم، حالا چند روز دیگه یک لحظه از حال خوب شما، خوشحالی شما، ارزشش برای من از همه چیز بیشتره. نبینم حس بدی داشته باشید. تا یه اتفاقی بود افتاد. من هر کاری لازم باشه میکنم که شاد نگهتون دارم و حالتون خوب باشه عزیزای دلم. اصلا اشکال نداره، ناراحت هیچی نباشید.